اسکول که نیستم. 45 دقیقه میکارتت پایین. کاربارش من نمیدونم، شب بخاطر کار میره، شب بخاطر آره. سلام علیکم به جیگرهای دل من. امیدوارم که حالتون مثل همیشه توپ و شطورتونم پر انرژی باشه. من نیما هم خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. قبل از اینکه ویدیو رو استارت بزنیم یه دو کلمه با هم دیگه صحبت کنیم. سعی کنید زیاد اخبار رو دنبال نکنید، چون اخبار رو از یه مرحله‌ای به بعد بیشتر دنبال کردن روی زندگی روزمره‌تون میتونه تاثیر بذاره. چرا؟ مثلا یه سری اخبارها میاد، شما اون اخبارا رو میخونید و رو ذهن تاثیر میذاره من چیکار کنم. با اینکه کار خاصی هم بجز اطلاع رسانی که تو اسکیلی که داری بکنی کار خاصی نمیتونی انجام بدی و هرچی بیشتر اون اخبار رو دنبال بکنی بیشتر روی زندگی روزمره تاثیر میذاره و حتی میتونه روی ذهن تاثیر مخرب و بدی بذاره. پس سعی کن همون جوری که هستی پرقدرت ادامه بدی و اون آرزوها، اون اهدافی که داری رو دنبال کنی و هیچ وقت ازش دست نکشی. و حتما لایک و ساب و کامنت یادتون نره، خیلی میتونه کمکم کنه. کامنت بذارید چه ویدیوهایی بیشتر خوشتون میاد تا من همون ویدیوها رو واسهتون بگیرم. پس پرقدرت بریم سر اولین ویدیو. پیووی موقعیت نوشته ببخشید نتونستم بابامو درست تربیت کنم. عوض شده؟ هرچی داریم میریم جلوتر خیلی چیزا داره تغییر میکنه، ولی این یه مورد دیگه نه. خوب خرجتو بدم. بابا من گشتم، حداقل یه چی بدید من بخورم. بیا اینو بخور. بابا ناسلامتی بابامی. باباتم اسکول که نیستم. بابات هم اسکول که نیستم. عمو جان خوبه ها اینکه رفاقت داشته باشی با پسر، ول دیگه نداری حد. یه موقعی که روم تو روش نه وایسا روتون به هم دیگه وابشه همین میشه دیگه. خب نکن. به نظرم اون رفاقت رو یه خورده اسکیلش رو یه خورده آره نگه دار رفاقت رو. خیلی سم و حق به جانب و به حق و سم. بریم ویدیو بعدی. موقعیت نوشته 60 بار دیدم 1000 بار خندیدم. الو بابا بیا پایین دیگه، سرویس شدم نیم ساعت پایینم. داری بنده کفشه چرا گو میخوری حروم زاده؟ دارم میبینمت یه سگ داری دروغ میگی. این نورم تو چونت. بیا پایین من نصف عمرم معطل تو بودم. هممون یه دونه از این رفیقا داریم. خودم به شخصه یه رفیق دارم، مثلا تایمی که زنگ بهش میزنی میگی پاشو بیا بریم بیرون و موقعی که میری دم درشون تازه آقا یادش میفته بره دستشویی. حالا این که بره دستشویی اوکیه، میگه 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا میشی 45 دقیقه میکارتت پایین. حالا نمیدونم ویدیو رو ببینه یا نه، ببینه خودش متوجه میشه. خدا شاهده 45 دقیقه باید وایسی دم در خونه‌شو آقا دستشوییشو بره، لباسشو بپوشه، بعد تازه راه بیفته بیاد. نه اینکه من مثلا نیم ساعت قبلش زنگ زدم بهش گفتم که بیا بریم بیرون ها. آره تو اون نیم ساعت نمیتونست انجام بده. موقعی که میرسی دم در خونه‌شو تازه یادش میفته یه سری کارا رو باید انجام بده که بتونه بیاد بیرون. نکن. واقعا نصف عمرمون رو جلوی در خونه‌تون موندیم. نه تنها من، خیلی های دیگه. بریم ویدیو بعدی. موقعیت نداره. خب یه دکتر اینجا نیست؟ سلام، من دکترم، دکتر ریاضی. چی شده؟ داره میمیره. اثبات کن. مرگ که زنده شد هیچی. واقعا حق داشت اون آجر رو برداره بزن تو کلش. نکن. خب بابا ریاضی چه چیز مزخرفیه؟ چه چیز الان کجایه به جز حالا به علاوه جمع و تفریق و ضرب و فلان و بیسار و اینا که چیزهای ابتدایی ریاضیه، انتگرال و نمیدونم یادم نمیاد. سر اینکه زیاد به دردم نمیخوره یادم نمیاد. همچنین خیلی های دیگه. حالا طرف میخواد حسابداری بخونه بره خیلی ریز حسابها رو در بیاره، به دردش میخوره. ولی ما تو زندگی روزمره‌مون واقعا به درد الان اثبات کن مثلا توی ریاضی، دایره، هندسه فلان بیسار به چه درد ما میخوره؟ واقعا به چه کار ما میاد؟ خب حق داره اونو برداره بکنه تو یه جاییت. واقعا حق داره. ویدیو بعدی. پیووی موقعیت نوشته وقتی با رفیقت داری تو اکسپلور میچرخی و شارژ گوشی تموم میشه. شارژش تموم شد.
پسری که داره ویدیو رو میگیره خیلی واقعا حقه. پسری که داره ویدیو میگیره نتونست، تا جایی که تونست جلو خندهشو گرفت، ولی معلوم بود میخواست بزنه زیر خنده. آره به این غلظت هم نیست این داستان، ولی آره شارژ گوشی تمام میشه یا رو به اتمامه این کارو میکنی، اصلا دست خودت نیست، هیچ ربطی هم به جنسیت نداره، پسر باشی دختر باشی. آره به جای باریک نکشه. بریم ویدیو بعدی. پیووی موقعیت نوشته وقتی بهم میگن داداش تو توصیف کن. بابا داداش به این خوبی هر کاری از دستش در بر بیاد بده. خب کروکودیل رودخانه نیل به بزرگی 5 متر و 700 کیلوگرم وزن و خیلی گرسنه. آخرین رو به غذایش تقریبا 1 سال قبل بوده. حالا به ابعاد من نگاه نکنید، ولی خب واقعیتش همینه. یه سریایی که تیپ بدنشون مثل منه هر چقدر هم بخورن چاق نمیشن. میخوریم ما، هر چقدر بتونیم میخوریم و متاسفانه ابعادی هیچ چیزی بهمون اضافه نمیشه، برعکس خیلیا که یه نوک انگشتم غذا بخورن یه ذره وزنشون میره بالا، چاق نمیشن و وزنشون میره بالا. منم همینم. ولی کروکودیل نه نکنید این کارو. این ویدیو بعدی موقعیت نداره، داخل کپشنش نوشته عشق و حال به راهه. الو بچه‌ها خونمون خالیه، پاشید بیاد اشغال. که آره بابا عشق و حاله، همینه. زنگی بزنی بشینی یه 2 دستی گیمی بازی کنی، تو اکسپلور بچرخی. این ریلزو واسط فرستادم و برنامه. بعد حالا کجاست بغل دستش نشسته، اون یه 2 قدم اونورتر حال نره بره بهش نشون بده. کار دیگه ای نمیشه کرد مگر اینکه شما کار دیگه ای انجام بدید، وگرنه ما در همین حد توانمونه. اکسپلوری بچرخیم، تو سر کله هم دیگه ای بزنیم، نهایتش همینه. استفاده خونه خالی، استفاده درست از خونه خالی. خب آره بریم ویدیو بعد. پیووی موقعیت. مامانم که میگفت به گوشی اعتیاد داری، خودش ساعت 3 نصف شب. آره متاسفانه زمونه برعکس شده. حق به جانب به حق سم همینه. جای ما با جای خانواده هامون داره عوض میشه. اون وقت به ما میگن نسل زد. بابا تکنولوژی در حال پیشرفته، کاریش واقعا نمیشه کرد. ما وقتی اینجوری میشیم و خانواده ها توقعی نداشته باشید. بریم ویدیو بعدی. پیووی موقعیت. وقتی مامانت میگه 5 دقیقه دیگه خونه باش ولی توی شهر دیگه ای. خیلی اینو تجربه کردم. پدر سگ ولگرد، هر گورستونی که رفتی 5 دقیقه دیگه باید خونه باشی. من نمیدونم چطوری 5 دقیقه دیگه خونه باش. جت هم بگیری 5 دقیقه دیگه نمیتونی برسی خونه. شمال حالا تا تهران میگیم 4 ساعت فاصله است. بخوای زیادی گاز بدی 3 ساعت 2 ساعت و نیم. حالا بگو تهران نباشه بنده خدا. خیلی بده. هر کسی اینو تجربهش کرده واقعا خیلی بده. البته خب یه شرق تا غربی هم داریم دیگه. اون بچه‌هایی که از غرب میان شرق 1 ساعت و نیم 2 ساعتی باید برگردن. اونایی هم که از شرق میرن غرب، حالا کارش من نمیدونم، شب به خاطر کار میره، شب به خاطر آره هیچ فرقی نمیکنه یه شهر دیگه باشی یا یه شرق تا غرب تهران میخوای بری، هیچ فرقی واقعا نداره تو ترافیکی کلا. بریم ویدیو بعدی. موقعیت. مامانم شبایی که دیر میام نوشته بودو بیا خونه ساعت 2 نصف شب، بابات عصبی رفته وایساده جلو در تو کوچه، برسی خونه سیاه و کبودت میکنه. واقعا همینه. یه سری موقع مامانات زیادی پیازداغشو زیاد میکنن دیگه، سر اینکه تو بری خونه. حالا میخواستم یه کلمه ای بگم ولی خب خودم خیلی اینو مثلا تجربه کردم، برگشتم خونه بابا خواب. یه سری موقع هم شده همه خوابن. همینه. پیازداغش خواهشاً زیاد نکنید. اون اشغالی که داره میکنه، اشغال اینقدری هم که داره میکنه، کوفتش میشه بدبخت. حالا 2 نصف شب چیکار میکرده رو من نمیدونم، ولی بریم ویدیو بعدی. نوشته وسط اتاق فرار نامزدش رو ول کرد، فقط تلافی دختره رو ببینید. فاتحت خونده است. از الان که من ویدیو رو ندیدم میدونم که زنده نموندی، حداقل خرماتو میومدی میخوردی.
خانومتون مینداختی تو در قفلی کردی خودت فرار میکرد. چون در بستی پشتش مردی. حالا این یه نمونهشه، خیلی نمونه های دیگه ای هم هست که این بلا سرش پیه. مثلا تو ویدیوهای قبلی داشتن بازی میکردن، جای اینکه با دمپایی کتک بخوره با خود اون شیشه زنده نمون. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردی. حتما لایک و ساب و کامنت یادت نره، خیلی میتونه کمکم کنه تا بدونم که چه ویدیوهایی براتون درست کنم. و تا ویدیوهای بعدی